خب سلام بچه‌ها، این فیبر هم فلزیویه که داخل چنل قرار دادم. اگه یکی از لوازم خونگیاتون رو باز کرده باشین میبینید که داخل چیه فیبر سبز رنگ داره که یه سریش قطعات داره. این همون فیبر، فقط قطعاتش هنوز مونتاژ نشده و خامه. یک لایه مثل که ما طرحش روش زدیم و چاپ کردیم. حالا این فیبر شرکتیه، کیفیت خیلی خوبی داره، جنس فایبرگلاس داره و قطعاتش مونتاژه تا کار کنه. دقیقا این همون ویدیو که تستش گذاشتم. شما برای شروع ساخت فلزیاب یکی از این فیبرها رو نیاز دارین. حالا هر نوع فلزیابی شدش، این حالا سند، پولونوس، ورژن‌های مختلفی دارن. این سند و پولونوس ها تا ورژن مختلف دارن. اگه خواستین اینم میتونین داخل کامنت ها بگین، روش تهیه‌اش رو بهتون بگم. معدن ساعت جمع جوریه، کیفیت خوبی داره، آموزنی خوبی داره. ویدیوشو گذاشتم داخل چنل، میتونین ببینین. خوشحال میشم سابسکرایب